بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و وقت بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم سراغ تحلیل یک تست از کنکور انسانی سال 1401 که میگه بیت زیر فاقد کدام اختیار شاعری است. یعنی این بیتی که اینجا گفته شده کدوم اختیار شاعری که توی گزینه‌ها هست وجود نداره. اول بیت رو باید بخونیم. ز خنده روی گردون فریب ره مخور، که رخنه های قفس رخنه رهایی نیست. مصرع دوم دقت کنید. که رخنه های قفس رخنه رهایی نیست. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون. بچه وقتی که یک بیتی دیدید مصرع اولش سخته نمیتونید بخونید، برید سراغ مصرع دوم، یا مصرع دوم سخت بود برید سراغ مصرع اول. با همون یکی از مصرع ها میشه وزن بیت رو در آورد و متوجه میشیم. معمولا برای به دست آوردن اختیارات که خب ما باید در واقع هر دوتا مصرع رو بررسی بکنیم. چون وزن بیت چی بود؟ مفاعلون مفاعلون فعلاتون. دوباره مفاعلون و فعلون. بچه فعلون. چون وزن این بیت مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلونه. خب میگه کدوم اختیار شاعری توی این بیت وجود نداره. قاعدتا ما برای اینکه بخوایم اختیار شاعری رو به دست بیاریم، حالا میتونیم به صورت سماعی هم تشخیصش بدیم، ولی باید یه سری نکته ها رو هم بدونیم. وزن این بیت مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلونه. یه نگاه به گزینه ها بندازید. خب ابدال که باید بررسی بشه، بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه داریم، کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند رو داریم، آوردن فاعلاتون به جای فعلاتون. جا وزنش چیه؟ مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلونه. اینجا چطور میتونه فاعلاتون به جای فعلاتون آورده بشه؟ اصلا امکان پذیر نیست مثلا توی بیتی که وزنش مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلونه این اختیار آوردن فاعلاتون به جای فعلاتون بیاد. چرا؟ چون اختیار آوردن فاعلاتون به جای فعلاتون توی رکن اول رخ میده، بعدم اینجا ما اصلا فاعلاتون نداریم. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلونه، فاعلاتون نداریم اصلا اینجا. پس ببینیم بچه ما با دونستن یه دونه نکته بدون اینکه اصلا بخوایم بیت رو تقطیع بکنیم گزینه رو به دست آوردیم. گزینه 4 درسته. اصلا توی این بیت آوردن فاعلاتون به جای فعلاتون امکان پذیر نیست، نمیشه. راست ما اینجا فاعلاتون نداریم و اصلا نمیخواد اینا رو بررسی کنیم چون گفته فاقد کدام اختیار شاعریه. این نداره دیگه. پس گزینه 4 پاسخ درست ماست. بچه این نکته هایی که مربوط به اختیارات شاعری هست رو خیلی خیلی خوب یاد بگیرید. گاهی وقتا با دونستن چند تا نکته شما میتونید اصلا جواب رو بفهمید بدون اینکه بیاید تقطیع بکنید.